نوشت نامه ای را پسر معتاد بر مادرش، بر آن مادر غم دیده و آن یار و یاورش. گفتا مادرم دیگر آن پسر نابابت نیستم، حال آن فرزند معتاد در عذابت نیستم. شکر خدا مادرکم، حالا من جور شده ام، آن معتاد که بودم از آن دور شده ام. الا ای مادرک ناز گلم، الا ای اهل راز دلم، چشم امید بسته بودی زان دوری های منزلم. ببخش مادرم که سالها من درد سرت بودم، من دور از خانه و کز جان و جیگرت بودم. دیگران غصه و غم را مادرم فراموش کن، بیا منی فرزند گنهگارت را در آغوش کن. شد پایان مرا آن سفر، مژده گیرم برت مادر، روز عید آیم من با خبر، با تحفه کم یک چادر. گفتم من بر استاد نجار، 200 روپیه برم بیار، روم من آن سوی بازار، خرم به مادر چادر گلنار. برم من این چادرم تا بخندانم آن مادرم، گیرم در بغل برادرم، بوسه زنم رخ خواهرم. های مادرکم، به برادر بزرگم سلامم را رسان، دیگر مرا معتادم نگویید این پیامم را رسان. به خواهرم بگو مادرک کز شرمندگی برآیند، نغمه صحت یابیم را با جان و دل سرایند. بپز مادر شوربای تندی که من نوش کنم، درد و غمی که سالها کشیده ام فراموش کنم. نام ماند مادر ندید، فرزند رفت زیر خاک، زیر بمباران همسایه بدسرشت و ناپاک.